سلام، با آموزش تیزر تبلیغاتی با کپکات در خدمتتون هستیم. وارد قسمت تمپلیت میشیم. حوزه کاری که قراره براش ویدیو بسازیم انتخاب میکنیم. من فود رو انتخاب میکنم. میتونیم از قسمت مقاطع تعداد ویدیو رو انتخاب بکنیم که چه تعداد عکس یا ویدیو میخوایم وارد بکنیم. من یه تعداد عکس وارد میکنم، شما میتونید ویدیو هم اضافه کنید. تمپلیت ها رو نگاه میکنید، الگوی کلیش رو میتونید ببینید. بعد یکی از اینها رو انتخاب میکنید و واردش میشید تا عکس ها و فیلم هاتون رو بهش اضافه بکنید. خب من اینجا میتونم از قسمت صور انتخاب بکنم که کدوم عکس ها رو اضافه بکنم، یا از قسمت مقاطع ویدیو میتونم ویدیو بهش اضافه بکنم. حالا بعد از اینکه ویدیومون رو ساخت، ما میتونیم یه سری تغییرات جزئی هم داخلش بدیم. مثلا اینکه میتونید که موزیکش رو به موزیک دلخواهتون تغییر بدید و میتونید حتی موزیکی که از قبل داخل در واقع فایل هاتون دارید استفاده کنید یا از موزیک های آماده خودش، و حتی میتونید که متنش رو اضافه بکنید یا حتی متنش رو تغییر بدید. مثلا من اینجا کلمش رو به کلمه فود تغییر دادم، یا میتونید از قسمت به اضافه متن رو بهش اضافه بکنید که حالا من بهش اضافه نکردم. در نهایت میتونید از قسمت تصدیر خروجی بگیرید و تمام.